سلام. خب آقا امروز میخوام راجع به فستینگ یکم صحبت کنم، خیلی کوتاه و مختصر که بعدها باز بتونم یه سری اطلاعات دیگه باز هی اضافه کنم. اینکه من چجوری فستینگ میکنم و به شاگردامم چطوری میگم فستینگ کنن. البته من قبلا مشورتام با دکتر کردم، دکتر تغذیه، و اینکه به شاگردام هم میگم به اون کسایی که صرفا مشکل جسمی خاصی نداشته باشن، مورد خاصی دیده نشه، مثل حالا دیابت، قند خون فلان مثلا. البته که فستینگ قند خون رو هم به شدت میتونه که کاهش بده و خب این خیلی خوبه. 2% چربی که به مرور زمان میاره پایین. این نکته که اول راجع به فستینگ بگم، ساعت‌های مختلف داره که 2 ساعتش خب خیلی چی میگن جا افتاده است. یکی 12، یکی 16/8. من چجوری فستینگ میکنم؟ من 16/8 رو انجام میدم. به این شکل که از 12 امشب مثلا، از 12 امشب من نمیخورم تا 12 ظهر فرداش که شد 12 ساعت. بعد از 12 ظهر میخورم تا 8 شب که شد 8 ساعت. دوباره از 8 شب تا 12 شبه که 4 ساعته نمیخورم و کل اینا مجموعش با هم میشه 16 ساعت. 16 ساعت نخوردن و 8 ساعت خوردن. حالا تو اون تایم من چی میخورم؟ یک وعده ناهار میخورم و یک میان وعده میخورم. تایم ناهارم حدودای مثلا 12:01 اینا، میدونی بستگی به این داره که اون گرسنگی رو یکم احساسش کنم، یا حالا تایم کاریم چجوری باشه، میدونی بر اساس لایف استایل روزانه اون روز اینو انجامش میدم. مثلا بگیم ساعت 1 من ناهارمو میخورم، 1-2. تایم عصر ساعت مثلا 5-6، حالا روزایی که باشگاه داشته باشم یه ذره قبلتر از تایم تمرینم، روزایی که باشگاه نداشته باشم رو همون 6 و 7 مثلا یه میان وعده میخورم که میان وعده هم مثلا میتونه کره بادوم زمینی باشه، میتونه اوتمیل باشه، کره بادوم زمینی مثلا با نون و یکم هم عسل اینا من توش میریزم، و میتونه میوه هم باشه. من بچه‌ها میگم میوه باشه و اینها، که خب من خیلی آدم اهل میوه نیستم و چای و قهوه بدون شکر و شیر و اینها آزاده برای من و به بچه‌ها که میگم آزاده، میتونی شما بخوری. اگر خیلی احساس ضعف و گرسنگی بکنم، چیزایی مثل سالاد مثلا کاهو با خیار، میدونی، یعنی چیزایی که کالری تقریبا کالری فری باشه، کالری مازاد خاصی نداشته باشه، یا قند و اینا که اصلا نداشته باشه، مثلا سیب زمینی و اینا نه، کنسله. ذرت اینا کنسله. ولی آره اگه خیلی گرسنه باشم یه همچین چیزایی رو میخورم و دیگه بعد یه مدت هم چه من چه بچه‌ها شاگردام عادت میکنی. یعنی اولش یه ذره سخته، یعنی یه ذره فکر میکنی که وای چه چیز عجیب غریبی و فلان، ولی اولشه درست میشه و شما عادت میکنی بهش. جوری عادت هم میکنی که دیگه اصلا نمیتونی بخوری تو اون تایما. و خیلی ها به فستینگ یه لایف استایل نگاه میکنن و من هم جز اون دستم. یعنی شاید شاگردام مثلا بگم آقا تو این 1 ماه بیا 2 روز الی 3 روز تو هفته فستینگ کن، حالا بر اساس اون شخصا، ولی خودم ممکنه این دیگه روتینم بشه و هر روز انجامش بدم. یه نکته بعدی که میخوام راجبش حرف بزنم، همش دستم میذارم اینجا، احساس میکنم خیلی یه حالی نکته ورزشه. آقا شما نمیتونی فستینگ خالی بکنی و ورزش نکنی یا پیاده روی نکنی یا متابولیسمت رو به هر حال بالا نبری. چرا اینو میگم؟ چون شما همونطوری درصد چربیت خب میاد پایین، ولی درصد عضلات رو هم از دست میدی، چون یه ذره تشخیص برای بدن سخته که بفهم آقا این چیه که من دارم استفاده میکنم، یا الان به این سوخته نیاز دارم، این اول چربی بیاد بعد فلان بیاد، همچین چیزی نیست. خب برای همینه که من میگم حتما تمرین کنی، یا اگر ورزش نمی کنی به هر دلیلی که من کار ندارم دیگه پیاده روی رو برو. خدا وکیلی پیاده روی دیگه واقعا
چی میگن کم هزینه ترین و راحت ترین کاری که شما میتونی انجام بدی. مثلا شما 3 روز تو هفته داری فستینگ میکنی، اصلا مثل من لایف استایلت هم نیست، 3 روز تو هفته داری فستینگ میکنی، اون 3 روزی که فستینگ نمیکنی رو تمرین کن که بهت یعنی فشار عجیب غریبی هم نیاد. نکته بعدی من اینو دیگه تو طول روزمره هم میگم، تو این فستینگ هم میگم، آب خیلی مهمه. باید آب بخوری، باید به مقدار مناسبی، نمیگم خیلی زیاد ولی به مقدار مناسبی آب بخوری و ما اکثرا میزان آب خوردنمون خیلی پایینه. همون قضیه 8 لیوان یا یه بطری مثلا 1 لیتری اینا مثلا هی در دسترست باشه هی بخوری، اینو خیلی اجرا کنیم، یعنی حواستون رو روش بذاریم. از اون مکملایی که تو اون پست قبلی ها گفتم، تو یکی از پستام توضیح دادم، از اون مکملا غافل نشید. اون مکملا خیلی مهمه و روزانه باید مصرفش کنید. تایماش هم گفتم دیگه. یه نکته بعدی که بخوام بگم، شما میتونید دقیقا این ساعتایی که من گفتم رو اجرا نکنید، میتونید 12 باشی یا همون 16-8 رو ساعتاشو عوض کنی. این به لایف استایل توه. مثلا یکی میگه آقا من شبا ساعت 9-10 میخوابم، بعد از اون 5 صبح بیدار میشم که برم سر کار. خب تو قطعا باید ساعت برنامه ریزیت عوض بشه. یعنی مثلا تو یا ساعتتو بیاری عقب‌تر، یا اگه صبحونه برات واجبه، چون برای خیلی‌ها واجبه، خیلی اصلا مشکل قند خون، فشار خون ندارن، اون ساعت رو باید عوض کنی. خیلی باید صبحونه بخورن. میتونی صبحونه تو بخوری، یه وعده خوب صبحونه بزنی بر بدن و بعد از اون بر مثلا تایم نهار تو نخوری، حالا تایم عصر مثلا یه وعده بخوری. میگم ایناش دیگه بازی با خودتونه، ولی حتما مشورت پزشک رو کنارتون داشته باشی، چون ممکنه این فستینگ برای همه آدما خوب نباشه. من شاگردی داشتم دیابت داشت، اگه اشتباه نکنم نوع 1 بود، میگم دقیق حضور ذهن ندارم. بعد ایشون مشورت با پزشک هم کرد، گفت من میتونم این کارو بکنم و دکتر گفت نه شما مثلا چیزش نیستی، چی میگن برات مناسب نیست. خلاص یادم نمیاد مستعد نمیگن، یه چیزیش نیستی دیگه، خلاص نمیتونی بگی. اونم نگرفت و یه رژیم سلامت ساده رو ادامه داد و خیلی هم خوب بهش جواب داد. و از اون طرف یکی از شاگردا که خب واقعا مشکل خاصی نداشت، فستینگ رو اجرا کرد. تقریبا 2 ماه فستینگ داشت که در هفته 3 روز بود. 2 ماه فستینگ در هفته 3 روز، خیلی هم بهش عادت کرد و اینها. و 2 جلسه در هفته هم با من تمرین داشت اگر اشتباه نکنم. 1 روز تو هفته هم پیاده روی و دویدن و اینها داشت. توی اون 2 ماه من یادمه که در حدود 10 کیلو کم کرد. حالا من ازش اجازه میگیرم اگر دوست داشت من عکسش و اینا رو هم براتون میذارم این بغل. و خب خیلی خوب بود. باز بقیه شاگردام هم همینطورا، ولی خب از اونا عکس ندارم، مشکل بیام حالا خیلی با سند و مدرک نشون بدم که چقدر جوابگوه و چقدر خوبه. چون این بادی هم اگر شما قبل و بعدش بدی کاملا متوجه این موضوع میشی. و بازم گفتم اون ورزشه نباید کنسل بشه. نکته بعدی خوابتونه. این فستینگه یه خوبی که داره اینه که شما بعد ایتان اون خوابت هم تنظیم میشه. چرا؟ چون حالا برای اینکه مثلا گرسنگی زیادی رو تجربه نکنی، مجبوری سر تایمت بخوابی که چیز خاصی احساس نکنی و از اونورم سر تایمت بیدار شی. یعنی این خیلی به شما کمک میکنه. از طرفی هم اگر این خوابه رو کنترل نکنی باز خودش ضرر داره و اون فستینگ رو یه ذره به هم میریزه، چون تایم سوخت و ساز شما دوباره به هم میریزه و تایم و متابولیسمتون بالا پایین میشه که خب این خوب نیست دیگه. یه مشکلی کنید بعد یه تایم، بعد مثلا حدوداً بگم 3 روز شما تقریبا دیگه بهش عادت میکنید. یعنی حجم معده شما به اون غذا عادت میکنه، میزان آنزیمی که باید ترشح بشه برای غذاتون عادت میکنه و خب دیگه میگم شما بخوای هم دیگه بیش از حد نمیتونی مصرف کنی و تاثیری که رو متابولیسمتون داره هم خودش باعث میشه که شما تو اون چرخه چربی سوزی بیفتی یا اصلا چرخه چربی سوزی هیچی
اون قندهای اضافت که به مرور زمان مصرف بشه شما بعدش بیایی رو سوختای چربی و اینها. همین فعلا فکر می‌کنم برای این ویدیومون کافی باشه. امیدوارم که این مطالب امروز هم براتون مفید باشه. لطفاً سابسکرایب، لایک، حمایت اینها یادتون نره. کامنت کنید نظراتتون رو. اگه سوالی دارید، اگه فکر کنید موردی هست که موردی هست که من راجبش صحبت نکردم یا دوست دارید صحبت کنم، حتما کامنت کنید. من منتظر نظراتتون هستم و فعلا خداحافظ.